آقای تقوایی الان 20 و چند ساله که تو خونه نشسته. حتی دولت حاضر نیست سوبسید بذاره، یعنی پول بذاره مثل کارگردانای دیگه که داریم. مگه اون سینماگر نیست؟ دولت بیاد بودجه بذاره برای آقای تقوایی هم. تنها شانس من در زندگی شاید این بوده که با یک تولد ناخواسته نیم قرن تمام مثل یک آدم زیادی در کنار یک ملت کهنسال زندگی کردم. قلم به مزدانی که در معتبرترین مجلات سینمایی کشور جشن به هم خوردن یکی از فیلم‌های مرا گرفته بودند، نوشتند تقوایی و بیضایی خودشان نمی‌خواهند فیلم بسازند و غلط از ایشان بود. من با خیلی از کارگردان‌های بزرگ ایران کار کردم، همشون فوق‌العاده بودن، ولی آقای تقوایی یک چیز استثناست. ناصر تقوایی از نظر من یکی از بهترین کارگردان‌هایی هست که در سینمای مملکت ما وجود داره. کار نکردن ایشون یه ضایعه است، یعنی برای سینمای مملکت ما. من بزرگترین افتخار زندگی میره که کار حرفه‌ای سینماییم رو در بازیگری با استاد ناصر تقوایی شروع کردم. 13 داستان کوتاه، 13 فیلم گزارشی و مستند، 3 فیلم کوتاه داستانی، 6 فیلم بلند سینمایی و یک مجموعه 16 ساعته تلویزیونی در کارنامه من دیده می شود. به اضافه یک مجموعه عکس و اسلاید از طبیعت و زندگی و فرهنگ این مرز پرگوهر در 1001 نما. با این همه از دور تنبل جلوه می کنم. این دنیایی که ما توشیم به درد کار نمیخوره. قبل از من و تو همه چیزش اختراع شده. دنیای قصه تو یه جور دنیاییه که خودت باید خلقش کنی. من اعتقاد دارم کاغذ بیخط از سال ساخت خود بسیار بسیار جلوتر است. بیایید با هم این ادعا را بررسی کنیم. مشکل‌های رویا و جهانگیر همانهایی است که ما به عنوان مخاطبان کاغذ بیخط جنسشان را میشناسیم و سینمای ما در مقدورات به آنها اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد فیلم با نگه داشتن داستان در چارچوب خانه شخصیت اصلی به حل مشکلاتی اشاره دارد که باید در همین چارچوب حل شوند و بیرون از آن راه حلی وجود ندارد. فیلم در این میان البته به فراز و فرود روایی ارسطویی اشاره دارد و این را می‌داند که کلاف سردرگم زندگی رویا و جهانگیر باید سرانجام در جایی باز شود. بر این اساس رویا که دیگر نمی‌تواند در فضای خانه نوشتن را ادامه دهد به خانه مادرش می‌رود. برخورد مادرش با او عینی و واقعی است. مادر دوست ندارد رویا مشکلاتش را برای او بیاورد و ترجیح می‌دهد این دو مشکلاتشان را خودشان حل کند. این بیش از حد امروزی نیست؟ این به واقعیت زندگی امروزی جامعه ما نزدیک نیست؟ صبح بخیر سرور من، شما کی بیدار شدین؟ وقتی جونتو داشت میومد تو حلقت. چه روز عجیبیه روز اولی که یه بچه میخواد بره مدرسه. کاش دخترت دیده بودی. طفلک گرگیجه گرفته بود چی بپوشه. اول صبحی عجب کیارتی رو انداخته بودی. تو باید نویسنده میشدی باهاش. به طور کلی ما در سلیقه‌های فرهنگیمون از قدیم الایام یک ملت ادبی هستیم. جامعه ما جامعه ادبی است. ما با مسائل غیر ادبی کمتر ارتباط برقرار میکنیم. مثلا ایرانی‌ها با هنر ابستره تقریبا میتونم بگم به دشواری به سختی ارتباط برقرار میکنن. به علت اینکه باز همین خصلت ادبی باعث میشه که همیشه دنبال روایت باشن. اگر در یک اثری روایتی پیدا کردن، مفهومی پیدا کردن، اونو میفهمن. اگر پیدا نکردن این فهم براشون سخت میشه. طبعا سینمای ما هم متأثر از ادبیات بود، ولی با کمال تعجب میبینیم کمتر از ادبیات خودمون. ما نویسندگان خوب داشتیم بعد از مشروطه هم پای ورود سینما، ولی کمتر میبینیم که داستان‌های اینها فیلم شده باشه یا به سینما راه پیدا کرده باشه. نه دوست ندارم. ایوا مگه تو روزنامه نخوندی؟ وزیر آموزش پرورش گفته همه رنگا فیلمسازای ما موضوعات فیلم‌هاشون خودشون برای خودشون نوشتن. این گروهی که دارم به عنوان فیلمساز روشنفکر ازشون اسم میبرم. حالا بعضیامون توی ادبیات سابقه ای داشتیم توی داستان نویسی، بعضیا نداشتن، ولی در حد فیلمنامه نویسی یا فیلم اقتباسی
یا مشارکت با یک فیلمنامه نویس برای کار خودشون، تقریبا میتونم بگم همشون سهیم هستن. به نوعی در سرگذشت فیلمنامه های خودشون نقش موثر بازی میکنن. همین باعث میشه که فیلم های بهتری بسازن. این یک خصلت ادبی است که به سینماگران ما رسیده و جایی شروع میشه که سختگیری سانسور نسبت به ادبیات ایران بالا میگیره و نسل نوی که دیگه با شعر گفتن، با نوشتن مشکلات بسیار زیادی داره از طریق سانسور، کم کم به سینما رو میاره. ناصر تقوایی با کاغذ بیخط داستان همیشگی مردان و زنانی را روایت کرده است که فرقی ندارد از کدام طبقه اجتماعی میآیند، چون در هر طبقه‌ای همیشه چیزی وجود دارد که مایه اختلاف باشد. داستان تقوایی بدون شخصیت‌های اصلیش پیش نمی‌رود. شاید برای همین است که هم تقوایی و هم شخصیت رویا بر این تاکید دارند که باید در چارچوب خانه تمام مشکلات حل شوند و بیرون از خانه چاره‌ای یافت نمی‌شود. تقوایی با مهارت تمام توانسته موضوعی فردی را به گونه‌ای روایت کند که بتواند در اجتماع بیان شود. از این منظر کاغذ بیخط اثر مهمی در تاریخ سینمای ایران است. بله، اون سینمایی که امریکایی‌ها اختراع کردن سینمای خودشونه، اون سینمایی که فرانسوی‌ها اختراع کردن سینمای خودشونه، ولی سینما برای بار سوم در ایران اختراع شد. اون سینمای بدنه به اصطلاح نه آماده پذیرش ما بود و نه ما خیلی دوست داشتیم وارد اونجور سینما بشیم. و اما فرود داستان مانند فراز آن است. اکنون دیگر ساعت 7 صبح است. در انتها همه چیز به وضعیت ابتدایی باز می‌گردد، اما شخصیت‌ها همانی نیستند که در ابتدا بودند. جهانگیر و رویا به عنوان دو شخصیت اینجایی به صلح و سازش می‌رسند، اما هم رویا می‌داند که این سازش قرار است مثل مرهم روی زخم زندگی باشد و هم جهانگیر می‌داند که یک شبه تلقی همسرش از او تغییر نخواهد کرد. رویا و جهانگیر همانی نیستند که 7 صبح دیروز بودند. در این میان اتفاقهایی افتاده است، سر زخم‌هایی باز شده است، چیزهایی از روابط افراد از پرده بیرون افتاده است. این همان جانمایه و درونمایه اصلی ملودرام‌های اصیل سینمای ایران است. بزرگداشت هر فیلمسازی یادآوری کار اوست، با نمایش فیلمهایش یا نو کردن آن فیلمها یا فراهم آوردن امکان کار برای امکانی که در کشور ما گهگاه از کسانی گرفته و به کسانی بخشیده شده. تقوایی هرگز نور چشمی نبود و خودش هم زد و بند نمی‌دانست. به احترام به سینمای جدی به او اجازه سرهمبندی نمیداد و در نتیجه محبوب پولسازان نبود. قلم به مزدانی که در معتبرترین مجلات سینمایی کشور جشن به هم خوردن یکی از فیلم‌های مرا گرفته بودند، نوشتند تقوایی و بیضایی خودشان نمیخواهند فیلم بسازند و غلط از ایشان بود. هیچ فیلمسازی نیست که نخواهد فیلم بسازد، ولی هستند فیلمسازانی که به احترام فکر و فرهنگ نخواهند در لجنی فرو روند که سینمای پاکیزه ایران از آن در می آید. پس هیچ بلدی همه چی بساز. عین نویسنده از همه اون چیزایی که تو زندگیت نیست یه دنیای راست سک. تو اون کیف هرچی از در بیار آروم بذار اون نیست. بعدش دست بالا رو به دیوار. شلیک نکنیم. نه ترس. پولت میخوام نه جونه. خانم اکابری، شاگردی که مخش داره سر شب میاد تو خونه میشینه پای درس و مشق. من میدونم یه جات میسوزه اما نمیدونم